حبیب‌الله خلجوراєв دکتر علم تاریخ اساسگذار و دیرکتور آثارخانه جمهوریوی به نام اکادمیک باباجان غفوروف و مرکز علمی غفورشناسی در نزد دانشگاه دولتی خوجند در سن 87 از عالم چشم پوشید. خلجوراєv از شاگردان صادق قهرمان تاجیکستان اکادمیک باباجان غفورов بود و یک عمر برای پاس داشتن نام مؤلف شاهاثر تاجیکان تلاش کرده است. حبیب‌الله خلجوراєv 5 دکبر سال 1933 در دهه اسفسار نویه خوجند تولد شده است. بعد ختم فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری لنین‌آباد به نام کیروف، او در وظیفه‌های اسیستنت، معلم کلان و داتسن در انیورسیته دولتی تاجیکستان به نام لنین، پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام اکادمیک باباجان غفوروف و دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان فعالیت کرده است. حبیب‌الله خلجوراєv یکی از مؤسسان و دیرکتور حاضره آثارخانه جمهوریوی به نام اکادمیک باباجان غفوروف می باشد. این آثارخانه در شهر غفوروف سال 1998 تأسیس یافت. خلجوراєv از حساب مبلغ خویش آثارخانه شخصی برپا نموده در آن گوشه‌های شخصیت‌های معروف کشور، عالمان برجسته جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال و غیره گشوده است. حبیب‌الله خلجوراєv مؤلف زیاده از 500 اثر، مونوگرافیا و مقاله های علمی و علمی عمومی می باشد. سرمسئولترین عالم جمهوری است. تحت رهبری پروفسور حبیب‌الله خلجوراєv زیاده از 30 نفر اسپیرانتان و عنوانجویان رساله های نامزدی و دکتری حمایت کردند.